اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم خانم ها آقایان محترم، هم نفسای یاد خدا الهی که خوب باشین، سر حال و تندرست، شب شما بخیر باشه. این آخرین برنامه ما در ماه ذوالحجه و دومین برنامه‌ای هستش که پیرامون مهیا شدن و آمادگی بیشتر برای درک بهتر معارف حسینی سلام الله علیه و مجالس اعضای سید الشهدا ما تقدیم حضورتون میکنیم. به اول برنامه عطر زدم به ذکر و نام و یاد آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. عطر گل نرگس زدم که فضای برنامه متبرک بشه به نامشون. انتهای برنامه دیشب ما هم اگه خاطر شریفتون باشه به همینجا ختم شد که من از حاج آقای اصغردوست عزیز که الان قدم به چشم من گذاشتن اجازه خواستم که ادامه بحث باشه برای امشب که مرتبط هم شد. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوش آمدید. علیکم السلام، عرض سلام و ادب و احترام محضر شما برادر عزیزم. مخلصیم. بینندگانی که از قاب صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران شبکه قرآن میبینن ما رو، اجازه بدید مثل دیشب اینجوری آغاز بکنیم که بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله الذی نور قلوبنا بشعاع انوار العلویه و زین اخلاقنا به اخلاق المرتضویه و املأ قلوبنا به معرفت الحسینیه و الفاطمیه ان شاء الله تعالی. آمین ان شاء الله. خیلی خیلی ممنونم. دیشب در ادامه اون سوالی که من پرسیدم از محضرتون که ما الان بعد از 1400 سال که داریم انقدر تلاش میکنیم، مجالس سوگواری برپا میکنیم، گریه میکنیم، سینه میزنیم، ذکر و نام و یاد امام حسین رو سعی میکنیم زنده نگه داریم، جزو آرزوهای خیلی هاست واقعا که کاش ما بودیم در سال 61 هجری امامون رو یاری میکردیم. و بعد این سوال پیش میاد که آیا ما همین الان هم میتوانیم یاریگر امام حسین علیه السلام باشیم؟ آیا با همین روش هایی که داریم انجام بدیم، با همین برپای مجالس، با همین روش زندگی ما یار امام حسین علیه السلام هستیم؟ شما بحثتون رسید به اونجایی که امام زمان ما وقتی ظهور میکنن در کنار خانه خدا، در اولین جملاتشون که خودشون رو معرفی میکنن به دنیا، خودشون رو منتسب به امام حسین میکنن. ان جدی الحسین الذی قتلوه نجدی الحسین قتلوه عطشانا. اینها میخوام ببینم که در واقع خودتونم پرسیدین این سوال رو مطرح کردین که چرا امام حسین به این شکل خودشون رو معرفی میکنن برای مردم دنیا. پس معلوم میشه که امام حسین یک در واقع یک شناخت جهانی ازشون وجود داره اون موقع. بنابراین شاید معنای دیگر این سوال که ما چطور میتونیم امام حسین رو یاری بکنیم این باشه که امام زمان خودمون رو بتونیم درست یاری بکنیم. توضیحات و تبیین داستان به شما باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که شناخت سید الشهدا علیه السلام نه فقط شناخت ظاهر وجود مقدس و نازنینش باشه. ما حتی توی زیارتنامه های اهل بیت عصمت و طهارت اینجور اشاره میکنیم که یا حتی دعوت به زیارت که اگر کسی زیارت کرد عارفاً به حقه یا عارفاً به حقه ها، یعنی ما عرفان شناخت نسبت به اون امام رو پیدا کنیم. اینکه آیا ما الان تو چه مسیری هستیم و کجای خلاصه حرکت سید الشهدا هستیم، من یه جمله اشاره کنم. ما هیچ وقت فکر نکنیم که قیام حضرت تموم شده. عرض شد حتی وجود مقدس و نازنین امام عصر روحی له الفدا خودش رو با قیام ابا عبدالله علیه السلام معرفی به عالم میکنه. یعنی دیگه مردم عالم نسبت به امام حسین یک شناخت ویژه پیدا کرده. حالا ابا عبدالله الحسین رو ما چجوری بشناسیم؟ من تمام روایات، تمام اون نکاتی که پیرامون حضرت سید الشهدا علیه السلام رو مطرح کردن، حداقل حالا به اندازه به عنوان کمترین در این حوزه یه بررسی کردیم. یه جمله خیلی مهمه که اصلا بابا هدف سید الشهدا چی بوده؟ شما میبینید هر کدوم از امامان ما
من حتی یه اعتقادی رو عرض بکنم که تو روایات ما ویژه اشاره شده، حتی انبیاء الهی هم گریه کنه بر وجود مقدس سید الشهدا بود. چون زیارت ناحیه مقدسه که امام عصر سلام الله علیه این زیارت رو خوندن و به دست ما رسیده، این سلام هایی که داده میشه، من خواهشم اینه عزیزانم تبیین کنن که سلام به حضرت آدم، سلام به حضرت نوح، سلام به حضرت ابراهیم، هر کدوم اینها یک گره میخوره به نام وجود مقدس سید الشهدا. همینطوره. نامربوط نیست که این سلام ها رو حضرت مطرح کردن، لذا این باید تبیین بشه. حتی 124,000 پیغمبر، حتی وجود پیغمبر خاتم الانبیا، مادرشون حضرت زهرا سلام الله علیها، آقا جانمون امیرالمؤمنین سلام الله علیه، اشاره به نام سید الشهدا کردن و امامان معصوم ما تا وجود مقدس و نازنین امام زمان روحی له الفدا هم به این نام اشاره میکنن. چرا؟ من یک کتابی رو حتما عزیزانم دیدن، انسان 250 ساله‌ای که سیدنا الامام حضرت آقا نوشتن. این کتاب میخواد چی رو برسونه؟ که امامان ما، پیغمبر خاتم الانبیا، امامان ما همشون یک روح هستن در بدنهای مختلف، یک حرکت رو دنبال میکنن، کلهم نور واحد. یعنی اگر امام حسین علیه السلام که به قول اون روایت اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد و کلنا محمد صلی الله علیه و آله و سلم، همشون یکی هن. همشون یکی هن. شناخت سید الشهدا و قیام سید الشهدا ما رو میرسونه به شناخت پیغمبر و شناخت دیگر ائمه ما. و حتی من این رو میخوام اینجا عرض بکنم که آماده کنیم خودمون رو برای محرم. حسین باوران مهدی باورانند، حسین یاوران مهدی یاورانند. اگر ما امروز تونستیم شناخت نسبت به حضرت پیدا کنیم، اولا یاری حضرت کنیم، ثانیاً انشاءالله تو مسیر حضرت هم عاقبتمون ختم به سعادت و شهادت حسینی بشه، ثالثاً میخوام این رو عرض بکنم، اگر ما این سه مسیر رو دنبال کردیم میتونیم در قیام سید الشهدا، در قیام وجود مقدس امام زمان روحی له الفدا هم یاور باشیم. یه بار دیگه سه مسیر رو تیتر کنیم. یک، اولا ما حسین باور بشیم، شناخت نسبت به سید الشهدا. ثانیاً حسین یاور بشیم که وقتی امام رو شناختیم، مسیر امام رو درک کردیم، یاری امام کنیم. و ثالثاً انشاءالله در مسیر یاری سید الشهدا علیه السلام که ما خیلی از شهدای عزیز دفاع مقدس ما در مسیر رسیدن به کربلا به شهادت رسیدن، که ما راهیان کربلاییم دیگه، هممون دنبال مسیر کربلاییم. حتی الان شهید ما مدافع حرم در سوریه جملش اینه، میگه من برای یاری امام حسین اومدم. حسین جان اگر نبودم یه روز کربلا، امروز میخوام یاریت کنم. چجور باید یاری کنیم؟ عرضم این بود، با این جملاتی که به ما رسیده، یک جمله هدف سید الشهدا فقط برای ما بعضا تو مجالس مطرح میکنن آقا هدفش فقط فرهنگی بوده، هدفش فقط از خلوص ببخشید، مورد اول حسین باور باشیم، مورد دوم حسین یاور باشیم، مورد سوم هم در مسیر ابا عبدالله الحسین عاقبتمون ختم حسینی بشه با شهادت در رکاب انشاءالله. یعنی اگر کسی میخواد که در رکاب امام زمان باشه و این توفیق رو پیدا بکنه، باید این سه تا مورد رو داشته باشه. یعنی ختم، من این نکته سوم منظورم اینه، ختم به خیریمون حسینی باشه. یعنی اینجور نباشه خیلی ها حسین باور هستن و بعضا حسین یاور هم میشن، اما این استمرار نداره تا لحظه جان دادنمون حسینی باشیم. خیلی همیشه یکی از دعاهام توی خلاصه هم خونه زندگی بیرون اینه، خدای ما رو حسینی زنده بدار، حسینی بمیران انشاءالله با شهادت و با ابا عبدالله محشور کن. اینکه خیلی ها شاید امام حسین رو شناخته باشن، شاید یک مدتی یاری ابا عبدالله کرده، اما اینکه ادامه دار باشه. فعلی افراد. احسنتون. من اینجا یه جمله ای رو اشاره بکنم،
و وام بگیرم از انقلاب اسلامی و مسیر انقلابمون که باید یادی بکنیم از امام راحل عظیم الشأن که بنیانگذار انقلاب بودن و اگر امام راحل نبود شاید امروز خبری از مجالس سید الشهدا هم نبود. اگر امام راحل عظیم الشأنمون این انقلاب اسلامی رو شکل نمیداد شاید امروز ما مجالسی نداشتیم واقعا، چه همونجور که قبل از انقلاب نبود. خیلی ها از ترس این که روزه ابا عبدالله بیدار کنه انسانها رو، روزه رو تعطیل کردن. جالب بود یه عزیزی برامون تعریف میکرد از قدیمی ها، میگفت جدم برامون تعریف میکرد، میگفت خب قدیم گرمابه بود، همه مردم میرفتن اونجا، تو اون خفقانی که روزه امام حسین نبود میگفت دست میکردن تو آب، آب رو میپاشیدن، همه گریه میکردن. میگفت برا من بچه سوال بود که این چه حرکتیه. میگه بعدن فهمیدیم که نمیذاشتن روزه خونده بشه و نمیذاشتن اشاره به روزه ابا عبدالله علیه السلام بشه، اینها با همین آب ریختن یاد لب تشنه امام حسین میکردن و گریه میکردن و اشک میریختن. هدف قیام امام حسین برای شناخته حسین باور بشیم تا مهدی باور باشیم. هدف قیام امام حسین صرفاً یه قیام فرهنگی نبود، یه قیام سیاسی نبود، یه قیام اجتماعی نبود فقط. اینا همه توامان با هم بود. بله، خیلی ممنونم آقای اصغردوست. اینجا نگه داریم توی بخش اول که حسین باوری هست، تمرکزتون اینجاست و راجع به اهداف امام حسین داری صحبت می‌فرمایین که عرضم حضور شما که اینها فقط فرهنگی، اجتماعی و سیاسی نبود. توضیحات بیشتر از شما میشنویم. یه زلف دلی گره بزنیم به آستان مقدس حضرت اربابمون حضرت سید الشهدا امام حسین علیه السلام برگردیم. این انتهای این برنامه ما باقی مانده و 3 نکته مهم رو جای اصغردوست اشاره کردن برای کسی که میخواد بدونه آیا من الان یاریگر در واقع امام زمانم میتونم باشم یا خیر. این که فرمودن اول باید حسین باور بوده باشه و باشه، 2 حسین یاور باشه، یاریگر امام حسین باشه و بعد این هر دو رو حفظ کرده باشه تا همین اکنون. خیلی همونجوری که میفرمودن خیلی ها رو در طول تاریخ آدم یادش میاد که خیلی خوب بودن، خیلی امام حسینی بودن ولی تا لحظه آخر نموندن. از اون طرفش هم بود خیلی ها بودن که مقابل بودن ولی لحظات آخر اضافه شدن مثل حر ابن یزید ریاحی. بله، تو شناخت سید الشهدا من یه جمله ای رو تو بین این همه زیارتنامه، دعا، مناجات و حتی روایت راجع به حضرت احساس میکنم هدف حضرت رو تو همون زیارت 40 شفاف مشخص شده که بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت زل. هدف سید الشهدا این بود انسانها رو، عالم رو از جهالت نجات بده. امروز برادر عزیزم ببینید ما تو جامعه خیلی درگیر جهالت ها هستیم. چرا عدم شناخت باعث جهالت میشه؟ ما باید اول سید الشهدا رو بشناسیم، اول امام السلام الله علیه رو بشناسیم و بعد خودمون رو آماده بکنیم برای یاری حضرت. من همیشه خطاب به خودم میگم سالها منتظر 300 و اندی مرد است، آنقدر مرد نبودم که یارش باشم. ما ببینید اگر امام حسین رو شناختیم که هدفش این که انسانها رو از جهالت بیاره بیرون، از گمراهی بیاره بیرون، قطعا هدف قیام حضرت مهدی سلام الله علیه هم همین خواهد بود که ما از این مسیر جهالت خارج بشیم. امروز تو جامعه ما چقدر متاسفانه نسبت به ابا عبدالله الحسین حرکت هایی هم حتی بعضا اتفاق میفته. حالا عزیزان هیئتی من، دوستان گل من گله نکنن ما این جمله رو میگیم، چون نزدیک محرمه باید خودمون رو آماده بکنیم. یه سری بدعت هایی رو بعضا توی سنت عزاداری سید الشهدا گذاشته میشه. من خواهشم اینه هر هیئت یک عالم دین بهش مراجعه بکنه، ببینه آیا ما این کاری که داریم انجام میدیم درست هست یا نیست، که نشه خدای نکرده
عزاداری امام حسین که یک عزاداری که زحمت‌ها کشیده شده تا به دست ما برسه، شهدایی داده شده تا به دست ما برسه، خدای نکرده نتیجه معکوس نده. معکوس نده. الان شما می‌بینید شبکه‌های دشمن که ما رصد می‌کنیم، بررسی می‌کنیم برای اینکه بتونیم پاسخ به شبهه بدیم. شبکه‌های دشمن اومدن حرکت ابا عبدالله رو دارن با یک سری بدعت ایجاد کردن‌ها که فرصت نیست مصداقی عرض بکنم، با یک سری بدعت ایجاد کردن‌ها این حرکت رو دارن ضعیف می‌کنن. اجازه می‌خوام از شما یه چند جمله‌ای هم روزه امام حسین رو اشکال نداره اشاره کنیم. و امشب خیلی جاها میگن سیاه‌پوشان تو هیئت‌ها میشینن روزه و ورودیه و من اصلا از قصد لباس سیاه رو تنگ کردم که هم یک نمادی باشه انشاءالله برای نوکری ما و انشاءالله این لباس سیاه انتهای سفر از تنمون در بیاد. و اجازه میخوام یه اشاره کنیم. بسم الله. وجود مقدس سید الشهدا تو همین زیارتنامه فرمودن از همه چیزشون مایه گذاشتن. من میخوام اینجوری وارد شم که هرچی فکر کردم با خودم چه روزه‌ای رو اشاره کنیم، یاد اون شعر افتادم که روزه نمیخواهد تنی که سر ندارد، قربان آن آقا که انگشتر ندارد. توی عزیز روزه خونی به من میگفت که حاج آقا اینجوری بگید قربان آن آقا که انگشت و انگشتر ندارد، یک تکه سالم اندران پیکر ندارد، یک جای بوسه او برا مادر ندارد. اما میون همه دلها امان از دل زینب که چی کشید این خانم، ام المصائب زینب کبرا، که فرمود آن دم بریدم من از حسین دل، کامد به مقتل شمر سیه دل. امام زمان ببخش ما رو. او می دوید و من می دویدم، او سوی مقتل من سوی قاتل. همه فیض ببرن، امام شهدا فیض ببرن، گذشتگان پدر مادرایی که ما رو تو این مسیر سید الشهدا آوردن. او میکشید و من میکشیدم، او خنجرش را من آقا از دل، او می برید و یا صاحب از زمان من کی بریدم، او از حسین سر من از حسین. یه وقتی زینب دید سری به نیزه بلند است در برابر زینب، خدا کند که نباشد سر برادر زینب. صلی الله علیک یا مظلوم یا حسین. صلی الله علیک یا ابا عبدالله کیمیایی است عجب تعزیه داری حسین، که نباید ز کسی منت اکسیر کشید. خدا خیرتون بده. ببخشید. اجرتون با حضرت زهرا چراغ اول روزه رو توی یاد خدا روشن کردیم. انشالله که مأجور باشید. خدا خیرت کنه. انشالله توفیق نوکری داشته باشید. زنده باشید. به دعای شما انشالله برای همه محرم پر رزقی داشته باشیم هممون انشالله. خدا خیرتون بده. عوامل ندارین؟ دعامون کنید. زنده باشید. محتاج دعاتون. زنده باشید. محبت. سلامت.
خیلی ممنونم. این آخرین برنامه ما بود در ماه ذوالحجه که تقدیم شما شد. فردا شب یعنی شنبه شب میشه شب اول محرم الحرام. انشاءالله ما این 2 شب سعی کردیم مهیاتر بشیم به مدد فرمایشات استاد عزیزم آقای اصغر دوست بزرگوار که بهره‌های بیشتری ببریم از جلسات اعضای سید الشهدا در محرم الحرام و انشاءالله خدا ازمون قبول کرده باشه. شما هم همینطور. فردا شب اول محرم الحرام به سبک و سیاق جدیدی برنامه ما پخش خواهد شد. برنامه ما هم تبدیل به ماتمکده خواهد شد، سیاه‌پوش خواهد شد در یک فضا و مکان جدیدی که حالا اجازه بدید من بیشتر از این توضیح ندم. به شرط توفیق و حیات خدمتتون خواهیم بود و محضر حضرت ارباب بیکفنمون عرض ادب خواهیم کرد. مفصل بسته ویژه به مناسبت محرم الحرام تقدیم حضورتون خواهد شد انشالله که ببینید و بپسندید. چون امروز روز جمعه بود و متعلق به امام زمانمون و اشارات‌های فراوانی هم داشتن، من همیشه این 2 بیت رو اواخر محرم یا اواخر دهه اول تقدیم می‌کردم، اما حالا بنا به فرمایشاتشون میخوام چون تلنگری باشه هم برای خودم هم برای شما این 2 بیت رو تقدیم بکنم، بیشتر بهش فکر بکنیم و بتونیم انشاءالله یاریگر امام زمانمون باشه به فرمایش انشاءالله.